در هندوستان یک زمانه همون در هنگام اجتماع تبلیغی ها یک امریکایی از جوش میخیزه، یک امریکایی زنگی میگه السلام علیکم ایها قوم الظالمین، سلام بر شما ای ظالمان، ای قوم ظالم. همه حیران میشوند که سبحان الله، آخی در اینجا مسلمان ها جمعن، داعی ها جمعن، این خطا کرده باشه باز تکرار میکنه. بعد میگن تو چی گفتستی؟ با جای مسلمین بگوی ظالمین میگوی. گفته مردم من در 45 رسیدم نو فهمیدم که اسلام چی است. 45 سال عمر من بر عباس رفته است. در 45 سال یک آدم یافت نشد که بیای بگه که ای برادر در روی دنیا دین اسلام ای، این ای قرآن بزرگ شای، پس شما ظالم نیسته چیه؟ پدر و مادرم با کفر از دنیا رفتن، به ایمان از دنیا رفتن. یک نفر شما پیدا نشید که بیای بگه که ای مردم این دین مبین اسلام، شما در گمراهی و ضلالت، شما مشرک شده، اگر چند اهل کتاب هسته اما شما کافر کتابیه، این نجات، این خلاصی از دوزخ، به ایمان از دنیا رفتن. شما ظالم نیسته چیه؟ در روی دنیا میلیاردها مشرک ها زندگی میکنن، پروا نداره شما. دین حق، مذهب حق، راه حق، اما در پهن کردنش، در انتشار دادنش دست بالای دست نمیگذاره. ظالم نیسته چیه؟ راستو گفتم. سلام بر شما ای قوم ظالم، به خود بیایه. حقیقتا همه خیلی دین داریم، حقیقتا این همه راه داریم، اما افسوس و صد افسوس که اکثری ما فرزندای خود را تربیت نمیکنیم. چه برسه به مردم دیگه، چه برسه به دعوت خلقهای دیگه که به اسلام بیایه. افسوس و صد افسوس که ما و شما طبق قاعده های اسلام زندگی نمیکنیم، آداب اسلامی نداریم. تو یک از کاری ما را ببینه و رفتاری ما را ببینه جلب شد. هفته گذشته 10 روز پیش والله اعلم در شهر سنت پترزبورگ بوده، در نمی کوچه شهر رفته استیم، یک ماشین 09 گذشت، تریزهاش کشودگی، همین گنبر موزیکا بلند موندگی حافظی داره. آن 9 سال میشوه اتای بر رسیه داری، اتای قربان دن میشتری خاک و بلو خریده. بشه گفته می توجی که اینا ببینیم موزیکا را با تمام آواز موندست در شهر سنت پترزبورگ، شهر روسیه که اونجا اکثری مردمش با اینتلیگنسیا، همین مردمی با ادب و با تمیزی، اروس همش در همون سنت پترزبورگ های اون مردمی مسکو و دیگه جو فرق میکنن. این جونه مرگه ببینه، گفته من که ادب نشان بیتن با مردم ایا چی عبرت بگیرن. خب همین مردم اروس ایا چی عبرت بگیرن؟ میگن بی تمیزن، بی ادبن، اینا ویس کشکشو میگن، صاحب دستم پرشیده سیرا یک از برای خدا. اگر رفتار و کردار خوبی ما را ببینن همونا مویل میشون اسلام قبول میکنن. اما ما در جان خودمون هم جور میکنیم، در اسلام فایده و منفعت نمیاریم، بلکه یک داغی میشه. افسوس و صد افسوس. در سالی گذشته در امریکا بودیم، قطعی هم بوی حاجی و یک دو برادری دیگر در شهر دالاس پایتخت تگزاس یک مکتب بردن، اون مکتب میانه اسلامی، ای صنف 1 تا 12 را درس میخونن. دخترها ای صنف 3 بالا همه سطر پوش، سطر حتمی بدست، میخواهی نمیخواهی مادام که مکتب اسلامی است سطر میپوشی. هر سال برای هر یک طلبه پدرها $6,000 بدادیم.
برای تعلیم یک ساله 6000 دلار. مدیر مکتب یک برادر بود است گراجدانین امریکا و خودش اصلا از مردم فلسطین. خیلی صحبت کرد قدیما. بعد برد بعضی سیمخانه ها را نشان میداد. ای جمله در یک سیمخانه دخترها داخل شدیم. باید دختره که گفت قرائت کرد، قرآن، درس قرآن. مکتب میونه ای درسای دنیوی را میخونن، فیزیکا و خیمیا را و در برابر این درسای اسلامی را میخونن. ختم کننده هاش حتما مینیموم 3 پاره قرآن باید از یاد بود. مینیموم 100 غزل 100 حدیث از امام بخاری را باید از یاد میدونست. مینیموم کتاب طهارت صلات از فقه نیست بود. غیر درسای دنیوی شد. باید دختره که گفت که بخون. تخمین یک دختری 14 15 ساله بود. تلاوت کرد با تجوید قرآن. بعد مدیر گفت که این نصرانی خریستیان که چه گفتیم خریستیان که در اینجا چی میکنه؟ چی در دروغی ساتر پوشیده است قرآن میخونه اوی چلی خریستیان که گفت که همسایه هاشو مسلمان ها بیدیم ده اویلای مسلمان. وقتی پدر و مادر اولی گفت یک خواهر دیگر هم داره یا صیف دیگر هم. وقتی پدر و مادرش مناسبت مسلمان ها را دیدیم، پدر و مادر فرزنداشون بچه جان، دختر جان، فرزندکو پدر و مادر پدر جان، مادر جان، خاله جان و عمه جان، همسایه ها را به همه به محبت به زبان شیرین چنان ذوق شو کرده است. همه امریکایی های کریستیان که گفتیان ولی همه کودکا را بریم در مکتب مونیم غیر فکیو دیگه یکون چیز دیگه یاد نمیگیرن. آوردیان در مکتب اسلامی موندیم. خشو به حال تو گفتم با دل من اندیشه کردم اگر بیاین حال زار این مردم ما را ببینن، این گپ کاری ما را ببینن، این دشنام و حقارت های ما را ببینن، او فکیوی بود دستاوریز نمیشه. این رفتار و کردار ما قسم به خدا اگر ما حقیقتا مسلمانوار زندگی کنیم در کجای باشه، حقیقتا طبق فرموده خدا و پیغمبر زندگی کنیم، هم اسلام به یگان دعوا و به یگان جنگ و جنجال خود به خود انتشار می‌یابد. اما افسوس و افسد افسوس کارایی میکنیم، رفتارایی میکنیم که نه به قرآن درست میآید نه به اسلام درست میآید. حضرت مولوی یک قصه آورده است در مثنوی شریف. بود گبر در زمان بایزید، گفت او را یک مسلمانی سعید که چی باشد گر تو ایمان آوری تا بیابی 100 نجات و سروری. یک آتش پرست میگه در زمانهای شیخ بایزید بستامی زندگی میکرده است و یک روزی هم ملا در قدی راه میخپش آخی خانه سخته میگه عقل داری، فراست داری، بیمار داری که مسلمان شای تا خدای تعالی سعادت دنیا و آخرت برات بده، تو در راه زلالت گمراهی. گفت آن ایمان اگر هست ای مرید، آن کی دارد شیخ عالم بایزید، من ندارم طاقت آن تا بی آن کانفوزون آمد زی کوشش های جان. گفت اگر ایمان اسلام، گفته ایمان اسلامی بایزید در نظر داشته باشی زوری من نمیرسم. و این شیخ هم میبینم شب تا صبح در عبادت خدای، همیشه روزدار، غیر ذکر خدا یگان کاری دیگر نمیکنه، یگان گپ دیگر در زبانش نیست. اره معذور بدار که زورم نمیرسه. باز ایمان خودگر ایمان شماست، نه بدو میل استم و نه مشتهاست. اما تا اگر اسلام گفته همین اسلام اخته در نظر داشته باشی، ای رنگ اختم بذارم گفته از گفتارتم، از تو دروگوتر، ای تو شیطانتر، ای تو حیلگرتر هیچ کدر شهر نیست. تو بچی دعوت میکنی و تو مادام که مسلمانی به همون مسلمانی رفتار کن. اینم بایزید مسلمان های دیگه تو میگوی که مسلمان شو سعادت سروری بیاوی، همین رفتار و کرداری تو مسلمانی های. در اسلام دروغ حرام نیست، در اسلام حق مردم خوردن حرام نیست، در اسلام غیبت کردن حرام نیست،
او تو همه همه را میکنی، باز تو ما را دعوت میکنی. آن که 100 میلش سوی اسلام بود، چون شما را دید آن فاتح شود. این همی رفتار و کردار شما ها را میبینم، میگه شخصی که حقیقتا میل محبت به اسلام داشته باشه دلش خنک میشود، دیگه میل نمیکنه، رغبت نمیکنه. اما در مقابل الحمدلله و المنه در همون شهر سن پتربورگ جوان مردای را دیدیم، هم مسلمانای را دیدیم، قسم به خدا حوث تاجیکا یک مسجدی را به مزد $5000 در یک ماه اجارت گرفتیم. $5000 در یک ماه. مسجد کلان، مسجد جمعه، نماز جمعه میخونن. ما در مسکو بودم که تلفنم کردم بچه های لنینگراد، گفتن داملا بیا اینجا مسجد خدمانه، بیا نماز جمعه را بگذارم. خیستیم رفتیم حقیقتا مسجد، یک مسجد کاری کلان. 2.5 ساعت موعظه رفته است، بیرانا همه پر. الحمدلله در مسجدی بچه های ما چچنو میان نماز میخونن، اینگوشا، داغستانیا، تترا میان نماز میخونن. گفتم باور کنه بچه ها، ما در چشنه بودیم، غیرت او مردم دیدیم، حواس خوردیم، تحسین شو گفتیم، غیرت شما غیرت چچنو را زورد است. در سنت پتربورگ چچنو مسجد ندارن، تاجیکو مسجد دارن. کشان به حال تو شیر بچه حقیقی شمایی. چچن اینگوش داغستانی به حد می اومده است در مسجد که بعد نماز جمعه اومدن گفتن که ما نمیفهمیم تاجیکی را، وی موعظه تاجیکی میشه چه خیلی کنیم. امام خطیب شو اعلان کرد، گفت پست صلات مغرب خطبه بودید پروسکی، بعد نماز شام گفت روسی میشه. ما گفتیم خیلی ممکن یک 5-6 کس جمع شود، باور کنه نیمی مسجد همون مردم. ای همین نماز شام که سر شد تا نماز بامداد سوال جواب با عروسی نماز خفتن در ساعت 12 شب میشود. مردم میشینن، والله اینا در خانه خدا هستم، در ساعت 12 میشود مسجد پر، مردم خفتن بخونن. در ساعت 4:30 سحر بامداد میشود مسجد پر. اینا که چند ساعت خواب کردن، ایو مسجد تو هم کوارتیروش نمیرسن که خودش 1 ساعت شاید بروه، همین 1 ساعت 2 ساعت آیا خواب میکنن نمیکنن با بامداد خونی میوید. افسوس و صد افسوس در وطن خودمو میگن که ای برادرو، بین شام و خفتن حدی اقل 1.5 ساعت باید فاصله باشه. 1 ساعت بشینیم و با جنجال و دعوا سر میشه، بچه مو معذوریم، ما بیماریم، دیگه خشمونه میتبه توقت میشه. این مردکو را ببینه ساعت 12 میشه نماز خفتن بخونن. اون لنینگراد هم خیلی بیده است، دیر شو میشه. خشو به حال تو گفتیم، در حق شو دعا داده که پروردگار نعمتون عزیز و ایتر بگردونه. الحمدلله او کورا میبینن، اما روسا را با وجد بیاین. چندین روس آوردن، مردم لنینگراد مسلمان شدیان. خیلی گفتیم این همه عمل شما را دیدن، اخلاص کردن، مسلمان شدن. این هدایت از جانب خدا است. از این خاطر بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا میکرد و ما و شما را دعا تعلیم داد. اللهم انی اسألک الهدى و التقى و العفاف و الغنى. پروردگارا از تو طلب هدایت میکنم، از تو طلب تقوا میکنم، پرهیزگاری، از تو طلب عافیت و از تو طلب ثروت میکنم. ثروت دنیا نه، ثروت معنوی، ثروت دینی، ثروت قیامت، توشه آخرت که اون است نابود نمیشود، همیشه همراهت است. بار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و صحابه مراجعت کرد، گفت اتدرون ما المفلس؟ شما میدونه که مفلس چی کسه؟ مفلس بانکروت. شما میدونه؟ گفت که بانکروت چی کس است؟ گفتن یا رسول الله ما مفلس، گفته شخصی را میگیم که نه دینار داره، نه درهم داره، نه یگان متاع داره، مفلس همو کس است. گفت
ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامه. مفلس گفت از امتی من کسی است که فردا روز قیامت بیارنش و معه الصلاة و الصیام و الزکاه و الحج. نماز خونده است در دنیا، روزه گرفته است، زکات مالش داده است، حج خانه خدا را انجام داده است. و یأتی قد شتم هذا و اکل مال هذا و ضرب هذا و سفک دم هذا. اما این جگر ریخته ظالم بده است، یک آدم دشنام حقارت کرده است، یک کس غیبت کرده است، یک کس لط و کوب کرده، مال یک کس به ناحق خورده است، یک کسی خونش ریزانده است. بعد همه آدم میاین حق طلب میکنن. فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته. هر کدامش میاد حق طلب میکنه. اوجا دیگه درهم و دینار نیست. حسنات از نمازت میگیرن، حسنات از روزت میگیرن، حسنات از زکاتت میگیرن. وقتی که حسنات تمام شد، حال حق مردم ادا نشده، گناه های او را مینوس میکنن، در بالای سری تو میزنن. بعد گفت ای پاهاش کشان میبرن در دوزخ میپرتوینش. مفلس در امت من انا میخیل بودم میگم مفلس حقیقی انا این شخص است. پس وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم غنا میگه، غرض غنای معنوی است، قناعت است، نانی حلال است، طعامی حلال است، زندگی حلال است. اول ببینه که هدایت پرسید، زیرا واقعا هدایت فقط خدا میتونه بکنه. هدایت ده نوع میشود، هدایت توفیقی و هدایت ارشادی. هدایت توفیقی اون است که خدای تعالی در قلب یک بنده محبت خود و محبت عبادت خود چه جا میکنه و او مردک نمازخوان میشود، اهل ذکر میشود. اگر خدای تعالی به کسی هدایت توفیقی نداده باشه، اگر تمام پیغمبران جمع شوند، چه جای واعظا تمام پیغمبران خدا جمع شوند، او را هدایت کرده نمیتونه. مثال باریز و آشکارش ابو طالب است، اما که رسول الله صلی الله علیه و سلم، شخصی که در جان پیغمبر بیچاره، از خوردی کلانش کرد، از فرزندای خودش بالاش میگذاشت. وقتی حضرت صلی الله علیه و سلم بزرگ شد و وقتی که خدای تعالی مشرف به پیغمبریش کرد و دعوت شروع کرد، ابو طالب مثل سپر محافظتش کرد، نگذاشت که یک خاری در پشت بخوره، نگذاشت که یک دشمن با چشم توهین و حقارت به او نظر بدوزد. گرسنگی کشید، 2 سال کسی با اوناس بیع شرا نکرده است با قومشون، همه همی را تحمل کرد، اما حبیب خدا را تسلیم نکرد، محافظت کرد. اما خدای تعالی از هدایت توفیقی که محرومش کرده بود، در وقت جان کندنش قصه در صحیح بخاری اومده است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نزدش اومد، گفت امک جان، لا اله الا الله محمد رسول الله، من حجاب میشم، پرده میشم از آتش دوزخ، ترا از آتش دوزخ نجات بده. خدای تعالی همه گناهات هم میبخشه، فقط همین لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو جهل ملعون همراه عتبه ابن ربیعه در یک گوشه ششتگی گفتن یا ابو طالب، تو به گپی همین محمد دین پدر تا ترک میکنی، دین عبدالمطلب ترک میکنی. هر قدر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم التجاش کرد با اشک دیده گریان، ای امک جان، او تو میدونی که من دروغ نمیگم، در کار دنیا باره دروغ نگفتم، او تو خدا در قصیده هات این قدر مرا وصف تعریف کرده که همین یک گپی برد از زمین نمون، لا اله الا الله محمد رسول الله بگو که من تر از همین آتش جهنم بکشم ببرم. اما خدا که از هدایت محرومش کرده بود، گفت علی ملت عبدالمطلب نعوذ بالله، من گفت در هم ملت عبدالمطلب باقیم، به همین سخن کفر از دنیا رفت. انا که شما اندیشه کنی بچه، فرد روز قیامت خداوند سوال تو کنه که ای بنده،
من ابو طالبه که با جان محمد صلی الله علیه و سلم بیچاره بود، با تمام قریش جنگید به خاطر پیغمبر، جان و مالش فدای پیغمبر کرد، همو را از هدایت محروم کردم، و توی خاک پناه هدایتت کردم، مسلمان زاده تولد شدی، چی آوردی در عوض؟ چیکار کردی؟ چی جواب میگفتم؟ سبحان الله، چی جواب میگیم؟ این هدایت والله ای همه بالای، از همه بزرگتر ای، پس به قدرش برسید بچه‌های عزیز، شکرگزاری نعمت خدا را کنید، نعمت از این بزرگتر نمیشه. ببینید اکثر کلی مردم یپونیا، مردمی که اینقدر عقل دارن، اینقدر فراست دارن، اینقدر علم دنیوی دارن، ماشین یپونیا سوار میشه، مال یپونیا بهترینه، از تا هدایت خدای تعالی که محروم هستن، در پیش یک سنگ میروند سجده میکنن. متاسفانه بعضش بتپرست، بعضش سگ پرست، بعضش ماهی پرست است، اما ما را خدای تعالی هدایت کرده است، هیچی خاک نداریم و ایمان داریم، هیچی خاک نداریم و لا اله الا الله محمد رسول الله. پس به قدر این نعمت کی میرسیم؟ کی؟ حضرت مولوی قصه میکنه، آن یهودی گبرک آتش پرست، بحر عزم هند در کشتی نشست. یک زردشتی میگه از ایران به قصد سفر هندوستان خلیج فارس میروه و در کشتی سوار میشه. سفر کشتی آسان‌تر است، سبکتر است. در ایران تا به حال گبرها زندگی میکنن. در شهر تهران پایتخت ایران یک محله است، محله گبرها میگن، زیاده از 10,000 آتش پرست زندگی میکنن، عبادت خانه دارن. ببینه اینقدر تنقید، اینقدر تهمته که اسلام میزنن که نعوذ بالله اسلام به ضرب شمشیر و به زوری پهن شده است، تا این حد دروغ میگن. ببینه تا به حال در ایران که دولت اسلامی است گبرها زندگی میکنن، پدر بابا و جد اجداد همش گبر بودن، همه اسلام قبول نکردن، کسی ایو را مجبور نکرده است. الحمدلله و المنه بابا و اجداد ما اختیارا اسلام قبول کردن، کسی ایو را مجبور کردگی نیست. اگر که مجبور میکردن برای چی تو حالی را در ایران گبرها هستن؟ چرا؟ یکی از همون گبرها میگه به نیت سفر هندوستان میآید، در کشتی سوار میشه، باد شرطه کرد گم راهی رشید، باد کشتی غرق کن اندر رسید. قدرت خدای تعالی در بحر طوفان میشه، بحر در تلویزیون با فکر هم دیدگیه، کسی پیش ندیده باشه. در بحر بعضا طوفان ها میشه و که موجش تا 15-20 متر میخیزه، ای خونه نهیتجه را بلندتر این موجش. وقتی که همون طوفان های کلان میشه، کشتی های اقیانوسگر در همه عصر 20-21 ما در تلوسه میغلطن، بعضا غرق میشوند. اگه تصور کنه که در عصرهای میانه کشتی های میدهکی بادبانی بدن، بادبان قدیم بدن، وقتی که خیلی طوفان میخیست عادتا کشتی هایی که در بحر بدن غرق میشیدن. ناخاصیت طوفان میخیزن میگن کشتی را فرا میگیرن. گبر نزدیک غرق آمد فراز، در تردد افتاد آن کارساز، ناله میزد سوخته که نار نار، الغیاس زینهار. وقتی که گبر دید که کشتی غرق میشوه، آدم از جانش که تنگی کرد به همه خداگو میشوه. همون خیلی وقتی کسل شده خداگو میشه، یا مشکلی به سر ما بیاد، یک خداگویی از زبان دور نمیشوه. یک خونه سوخته در هم محله ما هسته، در همین روش هم 100 بار گفتمش، شخصی 62-63 ساله نماز نمیخونه، فرزندو نماز خون، نواسوها نماز خون، خدا که هدایتش نکرده است نماز نمیخونه. یا شو بچهش دویده اومد دوملو بیا که
در سکرات غلطید از پدرم چی دردی رسید استش مرده است، بیا یاسین بخون. اومدیم چنان الله میگه، یک الله میگه از دهنش 100 الله دیگه میکنه. توبه کردم ای خدا جانی، همین دفعه که نجات امتی تمام دیگه همه را بس کردم. این مسجد نمیبرم، نماز را بس نمیگیرم. رودش در رودش پیچیده بود، سکاری پامش گریف بردش خیلیش کردن، او را نمیدونه اکرسش کردن، چکارش کردن، جو با جو شد ساز شد. بعد که هر حالی برمد است کو مسجد برم و کو نماز بخونم. ای بدبخت، او تا هوای نزدیکی گریه میکرده که پروردگار رو نجاتم بده تمام، بگه ای مسجدی تو نمیبرم. هیچ کتر مجبور نمیگنه که ای مسجد نبرو. آخه بیا نمازی خدا رو بخون. خدا بگو ایزو نمیکشی، بشود دادم وقتی مردد میشود و دیگه دیر میشه فایدت نمیکنه. اما در همون وقتی تلوسه جون کنی هر کس از سوی همون دینی خودش میل میکنه. این بیچاره گبری زردشتی را چی تعلیمش دادیان؟ میگن همون الله مقدسه تو باید در پیشش سجده کنی. در همون حالت جانش تنگی داره، میگه ای آتش مقدس به فریادم برس. هر کسی بر ملت خود میتند اعتماد اعتقاد خود کند، در وقت زوری هر کس به همون دینش بر میگرده. گبر در آب افتاد دست پا، چون وزخ میزد ولی دور از نجات. گبر عاقبت الامر در دوی آب غلطید، کشتی غرق شد. مرغاوی واری غوطه زد استه آخی در او بحر طوفانی از کجا خلاص میشه. میزدی فریاد که نوری سنی، قبله مقصود معبود منی. چند سالت کرده ام من بندگی، از تو دارم مردگی و زندگی. زام پرستیدم تو را اندر زمان، تا چنین روز رسی فریادی من. در روی اون فریاد داره که الو برای او من تو را عبادت میکردم که در همه روزی سختی دستگیری میکنی. این قدر من در پیش تو قربانی میکردم، این کمال صرف تو میکردم که در همه روزی سختی دست ما بگیری. غیری تو پشت پناه هم نیست کس، غرق آبم آتش و فریاد رست. از قضا ملاح مردی پخته، مانده بود نزدیکی او بر تخته. خنده اش آمد از آن آتش پرست. در پهلوش یک مریک مسلمان ملاح که بلست چقونی کرده، هم یا پوره تخته شکستگی کشتی را گرفته است، بالاش دستوار شده. خودش جانش در تلوازه گپایی را میشنوه، خندهش میگیره. خنده اش آمد از آن آتش پرست، گفت او را ای زیبادی عجب مست. آتشی که کرده ای او را پناه، آتشی که کرده ای او را پناه. عبد اوی و از او زینهار خواه. او همر چون تو در این شش در بدی، حالی او از حالی تو بدتر بدی. ای خاک در سرت میگه تو کی را پیروت کردستی؟ علاوه اوکی جای تو در علاوه باشه احوالش احوالی تو را بد میشه. ای چیش دوری؟ خداوند تو را ای خاک خلقت کرده است، او تو را حلاکت میکنه، میکشت خاموشت نمیکنه. لیکن اوکی او عجلی همه علاوه بیاری فیروت میکنی که بیا ایدوری او خلاصم که. خالق آتش بود فریاد رس، غافل از دولت مشو ای هیچ کس. و رو درگور حالی هم عقل دادن اومده است. فقط انمو خالق آتش و خالق مردم و خالق پادشاه ها و گده ها، فقط او به فریادت میرسه. دیر نشد است ایمان بیا رو درگور خدا بگو یا الله بگو که پروردگاری بزرگ نجاتت بده. پس این هدایت یک نعمتی هست که این را به پول مال دنیا خریده نمیشه. این متاع بزرگان نیست که برای در بازار بخریش. خدا کسی را بتش خشا به حالش که نجات میابه، اما کسی را از این هدایت خدای تعالی محروم کرد، وای به حالش که دیگه هیچی فایدهش نمیکنه. دیگه یک 5 دقیقه دیگه مونده است. راستی ما را برادر عزیزمون
حاجی دولت شاه دعوت کرد و توی فرزندش ابوبکر جان که قومی ما هر وقت در شهر باشه در مسجد ما یا نمازش میخونه. برای کسای مرا نمیشناسن، من دولا عبدالرحیم امام خطیب مسجد جمعه محله قزاقان شهر دوشنبه. اگر که شهر رفته برید در مسجد ما. خب این برادر ما دولت شاه یاری کهنه و قدیمی ما از جوانیش من یاد دارم ما طلبه مکتب خان بودیم یا طالب علم بودم در آن محله قزاقان ما که الحمدلله خانه نبود حجره نبود که یک چند طالب علم در اونجا زندگی نکنه، در اونجا سکونت داشت، درس میخوند، درس میداد، زمانهای طالب علمیش در اونجا گذشته است. ولی الحمدلله همسایه مونه در هم نزدیکی است و در 5 وقت نماز در مسجد ما نماز میخونه. خشا به حالش که خدای تعالی فرزندای صالح و سالمش داده است. همین فرزند گپ تا گوش نکنه، بگوی بچه‌م بیا همین توی تا به موزیکا کنیم، بیا توی تا شرعی کنیم، یک مجلسی روانی کنیم. بعدگهر اگر گردن کشی کنه بگه نه همه فورم که زفرچه را بیارم چکار میکنی؟ چکار میکنی؟ این همین فرزند اگر سرکشی کنه پس همین نعمتی بزرگی باور کنه. این چی نعمتی بزرگی است که فرزند بگه که پدر جان من میخواهم که تویم توی سنتی باشه، میخواهم که ارواح گذشته ها هم شاد شود، میخواهم که ابتدای زندگیم اسلامی شود تا اینکه پروردگار از این نکاح فرزندای صالح و سالم بده. بسیار نعمتی بزرگ است. وقت کم مونده است، وقتی نماز شام هم شده است. در حق برادر دولت شاه دعا میکنیم که پروردگار از جمیع بلا و آفات ارضی و سماوی نگهبانش باشه. خداوند فیض احسان و برکات در خاندانش توسط پی خدام این دخترک صالحه کیلنش وارد بسازه و پروردگار فرزنداش ابوبکر جان و عمر جان این نامو را ببینه. الحمدلله ابوبکر عمر قسم به خدا دلت او میخوره. پروردگار این فرزندک را از جمیع بلا و آفات نگهبان باشه و خداوند برای بابای دولت شاه نبیروهای صالح مثل فرزنداش عطا کنه تا اینکه نبیروهاش عمر عثمان علی نام کنه، چاریار بود کنه، کامل کنه در اویلش و پروردگار یک شه عروسی جوان از جمیع بلاها و آفتهای ارضی و سماوی نگهبان باشه. خداوند از دامانش و فرزندای صالح و نوری چشم، قاریای قرآن، عالمان با عمل، مجاهدین راه حق، خادمان شریعت غرای محمدی به دنیا بیاره و پروردگار این برادرای را که امروز در این مجلس در این مکان که مقدس ترین مکان در روی زمین است، خانه خدا است، اگر چند بسیار هوا بوغ است گرم است، در آب عرق متور شده ایم، اما به خاطر شنیدن کلام حق، سخن حق، پند اندرز حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم نشستند. پروردگار جمیع خوشی های زندگی را برامون محیا گردان، جمیع مراد و مقصودامون حاصل ساز. خداوند او جوانایمون که هنوز زندار نشیدن از این نعمت بزرگ بی بهره هستند، پروردگار و صاحب زنهای صالحه گردان و خداوند او برادرایی را که آرزو دارن که توی فرزنداشون توی نکاحی فرزنداشون مثل برادر ما دولت شاه گذرونن، پروردگار رو به این مراد و مقصود رسان. پروردگار رو توسط توی های نکاحی فرزندای صالح حلال زاده را در جامعه زیاد کن و فسق فساد حرام زنا را از مملکت ما دور گردان و وقتی که این وطن پاک شد، جامعه پاک شد، فرزندان صالح سالم نمازخوان شدند، پس پروردگار را رزق روزیامون فراخ و وسع گردان تا محتاج دستنگری دولت های کفر نباشیم. پروردگار را ملک سرزمینمون آبادان بدار. خداوند و بلا و آفت ها را ای سرمان دور نگه دار، زیرا ما تا به توانی بلا و آفت های تر نداریم. پروردگار را او برادرای مسلمان که از این سیل بلایی که به سرش اومده بود امروز عذاب میکشن، رنج میکشن، خداوند قبل از همه براش و صبر جمیل ارزانی دار. او کسایی را که نزدیک های خود فرزندای خود تلف دادیم، پروردگار رو براش و صبر جمیل ارزانی دار و خداوند آگاهش ساز، قلباش نشادان بساز که انشالله اون مؤمنایی که در آب غرق میشوند
به شهادت حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم شهید هستند، شهید حکمی هستند و انشاءالله خدای تعالی اگر خواسته باشه به حساب عذاب داخل جنت میگردند. و پروردگار رو در عوض او خانه هایی که سیل برده، در عوض او مال و متاعهایی که از دست دادن، عوض براشون در دنیا و در آخرت عطا فرما. و خداوند بلا و آفت ها را از سر مردم کولاب شهر که الحمدلله مکان دعوت است، مکان امر به معروف و نهی از منکر است، مکان عبادت است، و از سر تمام مردم مسلمان این سرزمین و تمام مناطق کره زمین دور گردان. عاقبت کارمون به خیر انجام ده، ایمانمون به سلامت نگه دار و اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر پیروز گردان. آمین یا رب العالمین.